دادگاه اولی تاجیکستان پادپالکوونیک میلیتسیا اکمل یوسفزاده سردار شعبه تحلیلی بنقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی اوباب رئیست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی را در آدمربایی و کشتار استاد دانشگاه تجارت اسماعیل جان رحمانوف با بیرحمی مخصوص گناهکار شناخته به 19 سال زندان محکوم کرده است. قبلا عیبدار کننده دولتی برای پادپالکوونیک یوسفزاده از دادگاه 20 سال زندان را طلب کرده بود. خویشاوند او اسماعیل جان شکوروف تنها در آدمربایی گناهکار شناخته شده به 12 سال زندان محکوم گردیده است. عیبدار کننده دولتی برای شکوروف از دادگاه همین 12 سال حکم زندان را خواسته بود، ولی وکیلان دفاع شکوروف قبلا در دادگاه گفته بودند که شکوروف از قصد خویشاوندش برای ربودن آموزگار خبر نداشت و فکر میکرد که به کارمند میلیتسیا برای بازداشت جنایتکار کمک کرده ایستاده است. دفتر مطبوعات دادگاه اولی در پاسخ خطی به رادیوی آزادی نوشته است که حکم اکمل یوسفزاده و اسماعیل جان شکوروف 28 فوریه سال 2024 صادر شده است. بنا به این پاسخ یوسفزاده بر اساس دو بند کودکس جنایتی تاجیکستان در آدمربایی با مصلحت پیشکی و کشتار با بیرحمی مخصوص گناهکار دانسته شده و اسماعیل جان شکوروف تنها به آدمربایی گناهکار شده است. نظر خود محکوم شدگان و نزدیکان آنها به حکم صادر شده دسترس نیست. معلوم نیست که آیا آنها این حکم را میپذیرند و یا از آن به مرحله کاساسیونی شکایت خواهند برد. این هم معلوم نیست که آیا حکم زندان یوسفزاده و شکوروف نزدیکان استاد کشته شده را تا کجا راضی و قانع ساخته است. اسماعیل جان رحمانوف ماه ایون سال 2023 غیب شد و تا حال جسد او را پیدا نکردند. داستان کل تاجیکستان قبلا خبر داده بود که سردار شعبه تحلیل بنقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی اوباب رئیست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی پادپالکوونیک میلیتسیا یوسفزاده اکمل با شهروند شکوروف اسماعیل جان هنوز روز 15 ایون سال 2023 یعنی همگی 3 روز بعد ناپدید شدن اسماعیل رحمانوف با اتهام آدمربایی به حبس گرفته شدند. طور قبلا خبر دادیم اکمل یوسفزاده شب 12 ایون سال 2023 ساعت 23:20 از احسیات رشک با خویشاوندش اسماعیل جان شکوروف استاد دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان رحمانوف اسماعیل جان قهورویچ را در کوچه باربد شهر دوشنبه با استفاده زوراوری به اتومبیل خدمتیش سوار کردند. سپس آنها دستان رحمانوف را بسته به سمت شهرهای دوشنبه خوجند رهسپار گردیده در کیلومتر 118 شهرهای مذکور در کنار دهه چاره نویه عینی اتومبیل را بازداشته مجبوراً اسماعیل جان رحمانوف را فراورده به مقصد به قتل رساندن به دریای فام پرتافته از جای حادثه غیب زدند. همسر اکمل یوسفزاده تا حال سر و صداها درباره مناسبت‌های عاشقانه داشتنش با اسماعیل جان رحمانوف را شرح نداده است.